با این دوربین ساحات را نظارت دارد که بلانه‌های طالبان در بخش‌های از ولسوالی چارکنت ولایت بلخ مبادل شده است. افزایش حملات گروه طالبان بر بخش‌های از این ولسوالی پای سلیمه مزاری نخستین ولسوال زن را به خط نبرد کشانید. امنیت ولسوالی توسط نیروهای مردمی گرفته شده و ما فقط تنها کاری که میکنیم است که به جبهه‌ها سر میزنیم، برایشان دل میتیم، میگیم که به هر حال ما کوشش میکنیم که از طریق فعالیت‌های دولتی یک عملیات بگیریم سر تندوره که یک قریه تصفیه شود. سلیمه مزاری یگانه ولسوال زن در ولایت بلخ در کنار رسیدگی به امور اداری و مشکلات مردم خط جنگ و نبرد با هراس افغانان را نیز تجربه می کند. او از دستیابی طالبان به جنگ افزارهای پیشرفته و افزایش نیروهای طالبان نگرانی دارد. ولی این 10-12 نفر طالب شاید به بیش از بالای 100 نفر رسیده باشه. تجهیزاتی که او زمان داشتن شاید کلاشینکوف می بود، ولی الان تجهیزات بسیار زیادی برایشان رسیده، چرا که توجه زیادی از طرف خود طالبا به تندورک صورت گرفته و برایشان طبق اطلاعاتی که مردم حتی از داخل خود تندورک برای ما میتنی هستش که هم تشکیلشان گسترده شده، هم امکانات تجهیزاتشان گسترده شده. امکنون امنیت این ولسوالی توسط نیروهای مردمی تامین می شود. نیروهایی که گفته می شود با مهمات ناچیز به جنگ طالبان صف بستند. مهمات اینا باشه ما قضیه چی میکنه؟ این ناگه کمر میزنیم خلاص دیگه. تا حکومت ما همکاری نکنه این خلاص دیگه میگیره طالب دیگه. دولت همکاری نکنه مردم هیچ چیز نداره، جستی خالی قضیه جنگ نمیتونه دیگه، مجبوره یا فرار کنه یا خود دولت بره گم کنه. باشندگان ولسوالی چارکنت ولایت بلخ از حملات و حضور گروه طالبان حکایت های دارند. اونا گریخته آمد که ما را طالبا مادر مکشه. ما خودیم از پشتش رفتیم که طالبا پیش آمد، گفت بیاین بالا. ما بالا چی کنیم؟ تو سر ناموس مردم دست رازی منه. دیدیم که زد خور در شروع کرد دیگه. خیمای ما را قد راکت زد، لاچقای ما را زد، صدلای ماست. ما برین باور شما نمیه تیت پرک کلی چیزای ما. باید دولت کمک رای کنه. مردم چی از رویش میه؟ دیگه شب و روز پیره میکرد. خودمون خود کجا بود؟ مردم پیره، زنان پیره، مردم پیره، زنان پیره. یعنی آخر مجبور شد کش کردیم، از این فرار کردیم. از سوی هم مردم در این ولسوالی دور افتاده ولایت بلخ که به کمترین خدمات دسترسی دارند میگویند که حکومت نباید بگذارد که زندگی آنان پامال حملات گروه طالبان شود. حق مردم زیر پای نشوند، مردم ما تحت تاثیر آنها قرار نگیرند. اگر طالبان در قریه ما بیاین بسیار کارا سر مردم ایجاد میکنند. اگر نیروی دولت اینجا در منطقه نبیاید، مردم واقعا توان قدرتی را یک تعداد مردم ندارند که در مقابل از اینا ایستاد شوند، وحشت زده مجبور هستند منطقه را ترک کنند. چهارکنت ولسوالی است که در حدود 40 کیلومتر با مرکز بلخ مزار شریف فاصله دارد. اخیراً گواه ناامنی ها بوده است. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.